رئیس حکومت میگفت که این خیلی دیلوی کرده این سه تا خونه زورا میکرد اینو با هم میخونده با یه مونو شروری میکرد قرآن میکرد پیش میکرد عاقبت امتحان وایرون کرد منم اجراچی سود اومدم امتحان خطگونی صنف 4 امتحان گرفتم منم معلمم شاهد اسیستنت اومد برو مرا امتحان اسیستنتم گرفتم منم گیره کردم پرتور گرفتم بیرون پرتفتن منم خیل در بیرون پرتوم دنگل دادن قلف زدن شکستن آتش خیستم وطنم یومو رفتم زیخ شدم عصبم ویران شده دومو در یومون ایستادم رفتن اوجم مدیر معارف گفت که خیلی بیا مکتب خالی کن اومدم خالی کردم دیگه سنتیابر شده جا نداریم کجا ریم خونه بعد یک آدمی صاحبجو همونجا گفت که بیاد خونه من با درس خونیتون انا که ما سنتیابر در خونه و آدم تو حاضره و آدم گفت خالی کنیتون بو راسپاکو پیشنهادی بود گفتن که ما پول میکنیم که ما به گران نگرفتیم ما گفتیم نه در کار نیست دو ما باش گفتیم مایلاش گفتم خونه گفتم سوش میرسه موده من اومدم خونده نه که ما اپریل شده من حالا اینجا نیست که مکتب و سوش اول سینفو یکم میفهمونیم وظیفه میتیم تو اینو حل کرده وظیفه‌شون وای کردن بود سه میفهمونیم بود بنابراین یا درس ماتماتیک میگذاریم یا درس زبان مادری میگذاریم و همین خیلی میفهمونیم اول این صنف میفهمونیم وظیفه میتیم تو اینو اجرا کردن با این صنف دیگه گفتن که مرده من اینجا تو درس میتی من اینجا خودسری نکردی یگان جو نرفته پرتو من اینجا پرتفتگی فراش هم اومده اینجا تازه کرده صاحب خونه یک قدیم مسیحت کرده مدیر معارف گفتن که معلمه خیر بود با امر تقدیر هم خیر شدیم ما دو آموزگار هستیم اینجا ای سالی معلمه سابقه 26 سالی کاری دارم من 33 سال سابقه کاری آموزگاری دارم 32 نفر بودن حاضر 22 نفر مونده 10 نفر کم 10 نفر کجاشون اینترنت رفتن خونه خیش تاورشون به خونسادیان هر طرف رفتن حاضر آدمایی هستن که با این مکتب شما بچه‌شون بیارن که درس به شما درس کنن حاضر میگن مکتبشون میبریم بود ای بولو چند نفر آرزو دارن که مکتب کلان شود و بچه‌هاشون همیشه خونه ولی وضع این مکتبی نو در چه وضع مکتبی نو وضع در احوالی من دیده استاد خودتون بالا پوشش باش شفیری و تنوکه پوشیده شده است تگش وای است درونش خوک پر کرده کارش بسیار